به نام پادشاهی پادشاهان، گنه آموزی مشتی عذرخواهان. به نام آن که ملکش بی زوال است، به وصفش نطق صاحب عقل لال است. بعداً السلام علیکم و رحمت الله پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای مرا میشنوید. بنده تصمیم گرفتم برایتان یک قصه جالب و بسیار قصه تأثیر بخش را براتان پیشکش نمایم. از شما خواهش کردم می شود قصه را تا آخر با دقت گوش کنید و در آخر فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. نام قصه: راننده تاکسی و مرد فقیر و معیوبی. چنانه که می فرمایند مطابق به نیتهایتان روزی داده می شوید. حکایت میکنند راننده تاکسی بود. میگوید در راه میرفت، ناگهان یک انسان میگوید او را بازداشت. میگوید انسان فقیر بود و به ضمن فقیر بودنش معیوب بود. وقتی که او را بازداشت، راننده تاکسی از او سوال کرد: به شما چه خدمت کرده میتوانم؟ شما را به کجا ببرم؟ این شخص معیوب چی گفت؟ خانه من در آخر همین راه است که آخرش کوه است، اما من با خود پولی ندارم که برای خدمت شما پرداخت کنم. میگوید راننده تاکسی بسیار فکر کرد و با خود گفت: من این شخص را باید خدمتش را بکنم و باید این را به جایی که میگوید برده برسانم. راننده قصه میکند که این شخص را به خانهش بردم. میگوید وقتی که این شخص معیوب از ماشین پایین شد، میگه فرزندان طفلش میگه دوان به سوی پدرش آمدن، پدر را میبوسیدن و به پدر خطاب کردن: ای پدر جان، برای ما نان آوردی، ما گرسنه شدیم. پدر چی گفت؟ والله گفت و برای شما چیزی نآوردم. اما برایشان سبب نآوردنش را نگفت که من پول ندارم. و در واقع این مرد پول نیز نداشت. همچنین میگوید از شخص راننده میگوید شرم میکرد، حیا میکرد که این مرد مرا تا این قدر راه دراز به خانه‌ام آورد، اما من برای او مزدی ندادم. میگوید وقتی که این بگیم راننده این سخن را از فرزندان و از این پدر شنید و تصمیم گرفت این کار نیکش را به اتمام برساند. میگوید از خانه این شخص معیوب پایانتر فرامد تا از مغازه برای این طفلان نان خریداری کند. میگوید فرامد و 5 تا نان خرید. از تنها این کار این راننده برای چی بود؟ تنها برای رضایت پروردگار بود و برای رضایت خوشنود شدن پروردگارش بود. میگوید آمد برای این طفلکان نان را میگوید هدیه کرد. طفلکان میگوید واقعا گرسنه بودن. در چند دقیقه اون نانها را در حال تعامل کردن، نوش جان کردن. میگوید بعد از این حادثه این راننده تاکسی با این خانواده بزرگ و بسیار فقیر خداحافظی کرد و به کار خود برگشت و در جستجوی مشتریان خویش بود. میگوید همین زمان بود که 2 مرد سیاح آمدن و به این راننده تاکسی چی گفتن از شما خواهش کرده می شود ما را به فرودگاه ببر. این مرد میگوید در حال سپارش را اجرا کرد و این 2 مرد سیاح را به فرودگاه برد. میگوید وقتی که به فرودگاه رسیدیم، در عوض کارم پولی که از اونها باید من میگرفتم
500 لیره می شد. اما این مردان سیاح برای من 2500 لیره تقدیم کردند. میگوید در همین حال بود که دو مرد سیاح دیگر پیدا شدند و از این راننده خواهش کردند که آنها را به فلان مهمانخانه ای که در شهر دمشق میگه بود آنها را به آنجا برساند. میگوید وقتی که آنها را به آنجا برده رسانید، آن مردان سیاح به عوض کار این راننده به اون $200 امریکایی تحفه دادن، یعنی برابر میشد $200 به 10,000 لیره. و بعد از آن میدونید که این مرد راننده تاکسی چه کار کرد. از اینجا به بعد حکایت به نهایت جالب است دوستان عزیزم. میگوید این مرد راننده برگشت به خانه همون مرد فقیر و معیوب. میگوید اول رفته از مغازه بسیار چیزهای خوب، میوگی و بسیار شیرینی ها و گوشت و دیگر مصالحی که در آن زندگی استعمال میکنن برای اون خانواده خرید و به نزد آن مرد فقیر رفت و آمد و به این مرد فقیر گفت الله متعال این همه انا رزق را بخشید برای من، این همه به سبب تو بود، چون اون خدمتی که من برای تو کردم اون تنها فقط به خاطر الله بود، به خاطر رضاگی پروردگار خویش کردم و الله متعال بر عوض اون خوبی اندکی که بر عوض تو کردم، الله متعال برای من رزق فراخی انا انعام کرد و الحال میدونی برای چی به پیش تو برگشتم و آمدم؟ برای آنی که نفس خود را تربیت بدهم و آموخته بکنم. به خاطر چی؟ به خاطر که نفس من مرتبط، یعنی رابطه داشته باشد به الله تعالی، که نفس من متعلق به الله باشد، علاقه به الله داشته باشد. آمدم نفس خود را تربیت بکنم تا به این کارهای خوب، به این صدقه دادن یعنی آموخت باشد. دوستان عزیزم، واقعا چی الهام بخش است، چی نیرو بخش است این حکایت مردی که راننده تاکسی است. بله دوستان عزیزم، پروردگار دعا میکنیم که چنین جوان مردان را، چنین مسلمانان را، چنین جوانان را زیاد بگرداند تا خدمت مسلمانان و خدمت جامعه را باز هم زیادتر بکنند. میگوید یک گروه جوانان میگوید جمع شدن و به نزد پیامبر خدا آمدن و از پیامبر خدا سوال کردن و گفتن ای پیامبر خدا، بهترین مردم، بهترین انسان، بهترین شخصیت چه شخصیت است؟ پیامبر خدا در جواب گفت بهترین مردم همون مردمی هستند که منفعتشان، خیرشان، برکتشان، دست خیرشان برای مردم میرسد. بله دوستان، چنین شخصیتی که دست نفر را میگیرن، دل نفر را شاد میکنن، اینها که ها هستند؟ اینها پیامبر خدا گفتند که اینها بهترین مردمان هستند. پس برادران عزیزم، ما را می باید در این حیاتی که داریم کوشش کنیم، در این نفس چند روزه که داریم دست خیر و کمک خود را برای دیگران برسانیم. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خدای را مددگار ما و شما باشد تا قصه های آینده. السلام علیکم و رحمت الله.